پهلوی بنیانگذار زن بوده تو ایران. زن و پهلوی. به من بگید بعد از تاریخ اعراب، بعد از حمله تازیان به ایران، کدام پادشاهی بهتریناشون، نادرشاه، کریم خان زن، لطفعلی خان زن، سلسله صفاریان، سلسله سامانیان، سلسله طاهریان، تمام سلسله هایی که ایرانی بودن، بنیاد ایرانی داشتن، کدومشون به مانند پهلوی به زن ایرانی موقعیت دادن؟ بگید ما بدون. من نمیدونم، شما میدونید، به من بگید. رضا شاه بزرگ 17 دی برای ما درست کرد. خدایگان به زن ایرانی در 6 بهمن حق اعطای رأی داد. تاج گذاشت بر سر بانوی ایرانی. دست شهبانو رو گرفت، نمادین از، یعنی زن ایرانی رو از خاک بلند کرد، از زمین بلند کرد. اون یک صحنه نمادینی بود که بانو ایرانی به اوج رسوند. چطور من میتونم ضد زن زندگی آزادی باشم؟ شاهنشاه به من زندگی داده. شاهنشاه، من میگم خدایگان، چرا بهش میگم خدایگان؟ اون بود که به من زندگی داد، اون به من حق حیات داد. شاهنشاه به من یاد داد من با یه دختر، با یه زن چطوری برخورد کنم. روز مادر برای مادرم گل بخرم، دست خواهرمو ببوسم، دست خالمو ببوسم، دست عممو ببوسم، دست دختران ایران رو ببوسم. اون به من یاد داد وقتی با یه دختر میرم بیرون چجوری لباس بپوشم، چجوری باهاش برخورد بکنم، تن لشبازی در نیارم، تیکه نندازم، متلک نگم، تربیت داشته باشم جلوی دختر. اینا رو شاهنشاه به من یاد داده. منی که تربیت شده دوران پهلوی هستم، منی که وابستگی به مشروطیت دارم، منی که خودم مشروطه خواه میدونم، میان پرست میدونم، چطور میدونم ضد زن و زندگی و آزادی باشم؟ کدام مرد ایرانی، کدام میهن پرستی، کدام پهلوی پرستی، کدام مشروطه خواه راستی نیست که بگه من از زن و زندگی آزادی بدم میاد؟ تو مرد نیستی، تو نه مشروطه خواهی، نه میهن پرستی، نه شعور داری، نه شرف داری، نه آبرو داری، نه خاک بسره. من که بی غیرت. تمام دعوای ما با حکومت کثافت اسلامی بر سر زن ایرانیه. واعظ شدن مادر من تا آخرین لحظه زندگیش روسری بنزن، لچک بنزن رو سرش. اون مادر زیبا، اون زن زیبایی که عشقش موهاش بود. ما چطوری میتونیم ضد زن؟ من چطوری میتونم فراموش کنم چه بلایی سر مادر من آوردی؟ ما چطوری میتونیم فراموش کنیم چه بلایی بر سر دختران ایرانی آوردی؟ 10,000 دختر ایرانی تو فاحشه‌خونه‌های دبی و پاکستان و فیلیپین و تایلند و ترکیه و لهستان و اوکراین و بلغار و رومانی و قبرس و فروختید. زنان ایران رو فروختید بی شرفا. بقیه‌ام که توی ول کردید تو خیابون. صحبت بر سر زن زندگی آزادی نیست. ملت بگویید زن زندگی آزادی، اما اولش جاوید شاه. ما نیومدیم سر اینو ببریم که یه سر بزنیم رو اون. نه، زن زندگی آزادی، جاوید شاه. اینو بگید، جاوید شاه. وقتی خسته شده یه 2 تا تیکم به اون بندازی. اون هدف نیست، اون یه وسیله برای روپایی زدن. ما چند نوع توپ داریم. یه توپی که توپ بازیه، یه توپایی هم هست این هنوز بادش خوب نیست ولی میشه باش روپایی زد. روپایی بزنید، خودتون رو گرم کنید. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه اینه که دنیا رو آچمز کرده.